و اینک چون پیشکی گفته بودیم یک نقش میبازن این هم باشد نقشی چون که لولی ها فال میکشن و نصیبه را فال میبینه در این زمان. نه شما این برای چی گفتید در فیلمی محمد ربی هستید لحظه ای که بیا فالت بینم بالوتا گیرم احوال ما حوز مسئول نصیبه میتواند پیشتر بشید دستت رو بسیار برای من پسند است همین صحنه. نه میدونید پلاش پارت حوز فال میبینم قرض دیده نمیشه. نه قرض نمیشه. پول باشد باز اونجا یک خلطه آرد. تمام. اندیشه شما مرد باید چگونه باشد؟ بله مرد ایدئالی. مردها باید با دقت باشند. چند خصلت ها می شود در مرد؟ من زیادتر میپسندم مردی که حقیقت رو با من میگوید، مردی که گویم امکانی کمک کردن دارد و کمک نمیکند، من او رو نمیپسندم. دوست میدارم وقتی که مرد حقیقت گو باشد. عشق از نگاه شما اوه مسرور جان، من در حیاتم یگان بار عاشق شدگی نیستم. این غیر امکان است. برای چی غیر امکان است؟ برحال عشق از نگاه شما چیست؟ یعنی عشق گفته شما چی رو میگید؟ عشق میدونید عشق میتواند با وطن بودن، عشق میتواند بودن با پدر و مادر، عشق با فرزند، عشق با کسب. من کسب خود رو، عشق من کسب من است. بله. همین که است عشق محبت انسان را یا زنده نگاه می‌دارد یا هلاک می‌کند. همین گونه یک مطلب هست. درست میگید. و یعنی عشق شما را به کجا میبرد؟ اون محبت دوستداری ها. یعنی که اگر طوری که گفتن که با کسب خویش یعنی عاشقن، انا می کسبی که عاشقن موفقیت و بسوی موفقیت ها به قله های بلند اگر خطا نکنیم برده درست نصیبه جون درست گفتن. و من که گفتم با شما تنها به شوهر خود عاشق بودم، ولی حالا باشد تنها به کسب و به فرزندان خود. افسوس میخورم. با پسری بزرگم گفتم که بیا بعد ختم صنف 11 من تو رو به دانشکده صنعت داخل کنم به شعبه اکتوری. نه مادر جان، من که میبینم حال شما رو، عذاب‌های شما رو من نمیخوام. خب میگم از همین عذاب‌های من شما به وایه رسیدید. یعنی از همین عذاب‌های من زندگی شما پیش میرود. خب جوانای حاضر فکر میکنم اول خصوص فکر و عقیدهشون دیگر است و او میخواست سراینده شود و این زیادتر میل داشت. من گفتم نه، من اجازت نمیدم که تو سراینده شوید. چرا؟ میدونید یکم که برای سراینده شدن که تو رو مردم قبول کند و دوست دارد، یک چیزهای زحمت‌های زیادی هم در کار است. ولی حاضر شکرانه خدا کار میکند. تحصیل دانشکده رو هم ختم کرد، کار میکند. فرزند خوردی هم در خدمت حربی بود، اونم برگشت. من هم سری خدا ملک شد گفتم اسرار زندگی الک آشکار شده بله. و شکرانه حالا از خدمت برگشت و فکری اکنون اولادار شدن، کار کردن، زندگی رو پیش بردن. با فکرم هر کجایی که خواستگاری روید هیچ کس به شما دختر نمیدید. برعکس پس از تماشای فیلم عروسی زمانوی در نظر برعکس بسیار خوشتومن ها راضی میشوند. یعنی خوشتومن ها وقتی که ما رو میبینن میگن عروس شونده ها، و وقتی که میبینن میگن که در حقیقت بهترین خوشتومن شما بازی کرده. من خوشتومنی جنجالی که نبودم. بله. همسایه شما جنجال بود؟ همسایه من فقط جنجال می‌کرد. خاراکتری خود رو داشت. میتوانست هر عروس میتوانست هم سختگیر باشد هم بله. بابای هم دل ما رو یافت. بله دلش. دارم دوستان و دوگانه هایی که با هم میشینیم صحبت میکنیم ولی درد دلم رو هیچ وقت با اونو نمیبینم. خیلی خوب. بهترین میکنید. یعنی از گفته شما الکی امتحان زندگی رو گذشته؟ البته مسرور جان، آخر من که دختری جوان نیستم. من که حالا نه گرچنده اینقدر جوان نیستم من که جوان نیستم، چون در جوانی بسیار خطا میخوری و از خطاگی ها تو می آموزی.
سپاسگزاریم از شما که دعوت ما را پذیرفتید و با حضور خود البته باز هم مخلصان خیش را شاد نمودید و همزمان برنامه ما را پر از جلو و تابش هنر گردانیدید و هم زیبایی بخشیدید. بله البته برنامه ما عین زمان سراپا زیبایی بود، هنر بود، استعداد بود و باوری دارم که با بینندگان البته پسند آمد. مردم تاجیکستانی من دویمو در روحیه انهمیخ بلنده باشند که وقتی که سال به سال مملکتت رو میبینی گل گل شکوفان است و از این راحت میبری. مردم ما از این باز زیادتر روحان خوشحال میشوند و من در حقیقت از آن افتخار میکنم که چونین پیشوا داریم و چونین میدونید پدر داریم که نگهبان هر یک فرزند خودش، یعنی هر یک فرزند خودش در خانوادهش تاجیکستان، یعنی در تاجیکستان دارد. این اهالی که دارد با گفتن ما آسان است ولی متحد ساختن، از نو همه را احیا کردن، در چهره ها تبسم را دیدن، این رو هر کس نمیتواند. یعنی آرامی و آسودگی ما رو چون گوهره که چشم نگاه میدارد. بله. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم. سلامت باشید. خوش بینندگان عزیز، فرصتی آن رسیده که با شما نیز خیر و خوش کنیم و شما نیز همیشه سربلند و پیروز و خانه آباد باشید. بله. تا برنامه‌های آینده با همه شما خانه آباد، سری بلند و تن صحت رو تمنا داریم. خیر عزیزان.